مسئول بخش اطلاعات و تبلیغات حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و مجری برنامه صدای مردم بهروز تقوی‌زاده که با تخلص سلمان خالقوف هم معروف است، روز 3 سپتامبر سال 2023 به پایگاه خبری بامداد خبر داد که مقامات امنیتی تاجیکستان شب 29 سپتامبر ساعت 22 پدر 60 سالش خالقوف تقوی‌مراد را از خانه‌اش در دهه شیخان جماعت راحتی نویه رودکی گرفته بردند و تا حال درکی از پدرش ندارد. بهروز تقوی‌زاده درباره مشخصاً از جانب کدام مقامات صورت گرفتن بازداشت پدرش اظهار بی‌اطلاعاتی کرده و گفت خویشاوندانش از ترس تعقیب مقامات میترسند که با او تماس بگیرند و درباره سرنوشت پدرش یگان معلومات بدهند. پدر من یک معلم عادی است و یگان ربط به فعالیت‌های سیاسی و اپوزیسیونی من ندارد. بازداشت او بلافاصله بعد سلسله اعتراضها به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر برلین صورت گرفت که من در این اعتراضها اشتراک فعالانه داشتم و چندین بار سخنرانی هم کردم. من بازداشت پدرم را به واسطه به اشتراکم در این اعتراضها علاقه‌مند میدونم و بر اینم که مقامات با این شیوه میخواهند انتقام جویی کنند اظهار داشت بهروز تقوی‌زاده. بهروز تقوی‌زاده 32 سال داشته از سال 2015 در اروپا به سر میبرد. او مجری صدای مردم یکی از برنامه‌های پرتماشابین گروه 24 نیز هست. گروه 24 با نشر یک اظهارات الکی شام 29 سپتامبر خبر داد که خویشاوندان چندین نفر از طرفداران این حرکت را در تاجیکستان بلافاصله بعد اعتراض‌های برگزار شده در برلین دستگیر کردند. گروه 24 بجز از پدر بهروز تقوی‌زاده دیگر مشخص نکرد که نزدیکان باز که او را دستگیر کردند. چند دیگر از پناهجویان تاجیک در اروپا به بامداد گفتند که نزدیکان آنها را در تاجیکستان هنوز تا برگزاری اعتراض‌های برلین به مقامات امنیتی دعوت کرده هشدار دادند که با آنها تماس گرفته پیش روی اشتراکشان در اعتراض‌ها را بگیرند. مقامات تاجیکستان تا کنون خبر بازداشت نزدیکان اشتراکشان اعتراض‌های برلین را شرح ندادند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 28 و 29 سپتامبر به منظور شرکت در نخستین ملاقات سران کشورهای آلمان و آسیای مرکزی در برلین قرار داشت. روز 29 سپتامبر رهبران آسیای مرکزی با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر و سپس با کانسلر یا صدر اعظم این کشور اولاف شولز ملاقات کردند.